سلام. مرسی از این که منو انتخاب کردین برای دیدن. من میخوام توی این کلیپ با هم دیگه هم بازی کنیم و تهش حداقل یه دونه جمله انگلیسی یاد بگیریم. ما که این همه داریم میگردیم این ور اون ور، حداقل یه جا یه خورده یه چیزی یاد بگیریم، هم بازی کنیم هم یه چیزی یاد بگیریم. بریم سراغ ویدیو. Please go. نمیدونم شما چجورین، ولی من توی زندگی روزمرم خیلی من میکنم. من به انگلیسی چی میشه؟ دقیقاً می. شما به انگلیسی چی میشه؟ you. حالا از اینا بگذریم. شمایی که داری این ویدیو رو میبینی خانومی یا آقایی؟ چه باحال. میس or sir؟ چه باحال داری میگی yes or no؟ بله یا نه؟ خب از اینه که بگذریم بریم سراغ بازی انگلیسی. بریم سراغ اولین سوال. ما توی زبان انگلیسی 26 تا حرف داریم. به نظرتون 17مین حرف انگلیسی چیه؟ 17مین حرف انگلیسی. باریکلا. کیو. بریم سراغ دومین سوال. به فردی که قبلا با شما در ارتباط بوده چی میگن؟ اکس. حالا بیای با هم دیگه اکس و کیو با یه حرف زرو توی مخلوط کن بریزیم. چی میشه؟ excuse. excuse میشه ببخشید. وقتی به یه چیزی اشاره میکنیم میگیم اون. حالا کتابیش آن. چیه مردمو نمیشه بس؟ در دهنشونو. از اون سمت یه آن و از این ور در با همدیگه میشن آن در، ولی ما یکم لوسش میکنیم میگیم آندر و در زبان فارسی معنیش میشه زیر، ته. وقتی میخوایم بگیم بایست یا ایستادن در زبان انگلیسی میشه استند و معانی مختلف دیگه‌ای هم داره. وقتی under و stand رو با هم مخلوط میکنیم میشه understand که یک معنی میده و معنیش میشه فهمیدن. کلمات زیادی توی انگلیسی وجود داره برای سوالی کردن جمله، اما من برای این جمله‌ای که میخوایم یاد بگیریم حرف دو رو انتخاب کردم. البته یه دو کاربردهای دیگه‌ای هم داره که به مرور زمان یاد میگیریم، اما توی جمله‌ای که میخوایم یاد بگیریم حرف دو استفاده شه و توضیحش بمونه برای ویدیوهای بعد. خب الان یه سری کلمه یاد گرفتیم با هم که داریم میبینیمشون. میخوایم اینا رو با هم دیگه بریزیم توی مخلوط کن. به نظرتون چه جمله‌ای میتونیم در بیاریم؟ Excuse me. Do you understand English? ببخشید. شما میفهمید انگلیسی؟ شما متوجه میشید انگلیسی؟ حالا بهتره که شما هم با من بگین. Excuse me. Do you understand English? اینم از این قسمت. خوشحالم که تونستم یک جمله بهتون یاد بدم و چندین کلمه. البته توی ویدیوهای بعد سعی می‌کنم خیلی خیلی بهتر و بازی‌های جالبتری از خودم نشون بدم. شما هم جمله‌هاتون رو برام می‌نویسین؟
مرسی و خدافظ.